وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان روز 14 ینور سال 2023 خبر داد که با در نظر داشت سرد آمدن هوا و ادامه یافته آن، اینچنین با مقصد حفظ سلامتی تربیت گیرندگان و خوانندگان، تعطیل زمستانه خوانندگان مکتب‌های میانه و تربیت گیرندگان و مؤسسه‌های تا مکتبی تا 20 ینور سال 2023 تمدید کرده شد. این حلقه بار دوم است که این وزارت مهلت تعطیل زمستانه را تمدید می‌کند. طبق نقشه تعطیل زمستانه میبایست از 1 ینور تا 2 ینور دوام میکرد، ولی وزارت هفته پیش با عین دلیل سردی‌های خیلی سخت تعطیل را تا 16 ینور تمدید کرده بود. تصمیم تا 20 ینور ادامه دادن تعطیل زمستانه در حالی است که تاجیکستان اینک تقریبا یک هفته باز در پنجه سردی‌های در 15 سال اخیر به سابقه قرار داشته. حرارت در دوشنبه شبانه تا 22 درجه و روزانه کمش تا 11 درجه سرد می شود. هواشناسان می گویند تخت و توز سردی‌ها در تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی می تواند تا 25 ینور دوام کند.